بخشیده به روز جوانان تاجیکستان و روز عمومی جهانی فوتبال در شهر خوجند مسابقه اید به فوتبال بین مردها و مسابقه اید به والیبال بین بانوها برای دریافت جام رئیس کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در مراسم گشاده شوی چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور محترم رستم امامعلی جهت دستگیری ساحه ورزش مخصوصا رشد و عمومیت فوتبال یادآور شده اعلان گردیدن روز جهانی فوتبال را با مورد سر وقتی و برای رشد و عمومیت فوتبال زمینه مساعد ارزیابی کردند. باعث افتخار و سرفرازی است که با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در سرتاسر جهان روز عمومی جهانی فوتبال اعلان گردید و این اقدام را تمام جامعه جهانی دستگیری نمودند. برگزاری چنین مسابقه امکان می‌دهد که نمود فوتبال رشد یابد و همزمان نسل جوان رو به ورزش بیارند. در این چهاربینی ورزشی در نمود فوتبال 20 دسته پسران و در نمود والیبال 12 دسته بانوها از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نمودند. واخوری دسته‌ها در نمود فوتبال طبق جدول تصدیق شده در قصر ورزشی شهر خوجند در سطح خوب تشکیلی جالب و تیزتون جریان گرفته بازگوی آن بود که دانشجویان و کسب آموزان مؤسسه‌های میانه کسبی ولایت با فوتبال شوق و هوسی بی‌اندازه دارند. مقصد گروزانده چهاربینی این دریافت چهره‌های نوی ورزشی البته کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وجود آنکه نو تأسیس است جوان است در برابر تعلیم و تربیت و کسب آموزی در دیگر سمت‌ها از جمله در فرهنگ در ورزش سهم خود را در کشور گذاشته ایستاده است. رهبریت کمیته تصمیم گرفته است که چنین چهاربینی‌های ورزشی و فرهنگی آزمون‌های فنی و کسبی را بیشتر گذارانیم و هم دانشجو را به ورزش به فرهنگ به کسب آموزی بیشتر جلب نماییم. نمود والیبال با اشتراک 12 دسته در تالار ورزشی کالج طبی ناحیه باباجان غفورov جریان گرفت. هم در نمود فوتبال و هم در نمود والیبال بهترین دسته ها معین شده بعد دور نهایی این چهاربینی ورزشی راه یافتند. خاطررسان می‌شویم که دور دومی مسابقه مذکور در 7 منطقه کشور از جمله در شهرهای خوجند و استرفشن ولایت سوغد برگزار گردید. در این مسابقه دسته بانوان در نمود والیبال 12 دسته و در دسته فوتبال زیاده از 20 دسته اشتراک می‌کنند. ما در آینده می‌خواهیم که چنین مسابقه ها بسیار شود و دانشجوها بین دیگر دوستی برپا کنند رواق کنند هم در شهر دوشنبه و هم در شهر خوجند. دسته های بهترین این منطقه ها در دور نهایی که در شهر دوشنبه برگزار می شود برای دریافت جام مسابقه بین هم سبقت می کنند.